ای 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 همیشه بخند و سر و ببر از دلا ای 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 دوباره بلند شو امید و ببر از کجا با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا از شب شب غم تا سحر ما جانمون از فردا ای 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 هر پنجشنبه ما پیک شادی. سلام و درود خدمت همه شما بینندگان عزیز سیمای آزادی. بعد از گذشت یک هفته پرشور و شعله‌ور باز هم با پیک شادی در خدمت شما هستیم و در همین شروع برنامه صمیمانه ترین درودهامون رو به مردم به پا خواسته شهرهای شورشی تقدیم می‌کنیم. درود به همه قیام آفرینانی که در بسیاری از استانها و شهرهای میهن اسیر به پا خواستند و باز هم فریاد آزادیخواهی مردم ایران رو طنین انداز کردند. قیام مردم ایران با شعله‌های برافروخته در شهرهای مختلف همچنان ادامه داره و هموطنانمون از هر فرصتی برای خیزش و اعتراض استفاده می‌کنند. با بهترین امیدها و آرزوها برای همه ایرانیان آزادیخواه بخش اول برنامه امروز رو تقدیم حضورتون می‌کنیم. هفته خبر تو خبر داره براتون از وضعیت درام عظما و قیامی که همه مهرهای حکومتی رو به دست و پا انداخته. استمرار نظارت دقیق بر بازار کالاهای ضروری و حفظ آرامش معیشتی مردم مهمترین محور نشست عصر امروز سران قوا بود. در این نشست که به میزبانی رئیس مجلس برگزار شد، رؤسای قوای مقننه و قضاییه ضمن تشکر از دولت برای اجرای طرح عادلانه کردن یارانه‌ها برای همراهی و همکاری همه دستگاه‌ها با دولت اعلام آمادگی کردند. حالا بشنوید از این یابوی عمامه‌دار که با این حرفای صدمن یغازش رو زخم مردم نمک میپاشه. اصلا ماکارونی نمیخورده شاید. حالا منم خیلی دوست ندارم چون خمیره، اما خب نه این کارمو نکردم. ماکارونی نمیخورده اما داره اینا رفته خریده که نکنه ماکارونی کم. بابا یه چیز دیگه میخوره آدم. اینجور نیست که ما الحمدلله همه مغازه‌هامون پره. بله مغازه‌هاتون پره، اما مشکل اینه که مردم پولی برای خرید ندارن. این هم سرنوشت یکی از اجناس مغازه‌ها، یعنی تخم مرغ. آقا نخرید تا بجندت. ببینین بریز زمین، بریز اینقدر نخرید تا همینجوری بجنده درتون بدن لامصبا. بیا شونه ای 100,000 تومن بخواش. بازم بریز. ببینین آخوند رئیسی فکر میکنه با وعده یارانه میتونه مردم رو فریب بده. خبر نداره که ملت مو رو از ماست میکشن. یه نمونهش رو خودتون ببینید. سلام آقای رئیسی. یه دقیقه وایسا. به کجا چنین شتابان؟ یه چای بخور، یه نفسی بگیر. ماشاءالله این همه پرکاری شما. یه دونم نهار مهمون من باش. نهار خوردی؟ میخوام با قیمتای جدیدی که شما گذاشتی شما رو نهار دعوت کنم. شما 2 نفر محافظ داری، منم 1 نفر محافظ دارم، کلا 5 نفر. 1 کیلو برنج میبره 100,000 تومن، 1 کیلو و نیم مرغ 100,000 تومن، با روغن و گورزور و ایناش میشه اونم 100,000 تومن، روی هم 300,000 تومن. لبنیات دیگه شرمنده
ببندم، ببخشید اونم خیلی گرون شده، کاری ندارم. فقط ناهار ما شد 300,000 تومان، ماهی 30 روز اگه حساب کنیم میشه 9 میلیون تومان. صبحانه نخواستیم، شام نخواستیم، قسط بانک نخواستیم، اجاره خونه بماند، لباس و خرج و آب و گاز و تلفن و همه خرج و مخارج هم بماند. شما به ما دادید 300,000 تومان، 400,000 تومان، فاصله طبقاتی رو چجوری برداشتی؟ البته کار از وعده‌های غذایی و ناهار و این حرفا گذشته. حالا صحبت از آخرین لقمه، یعنی یه قرص نونه. اونو پیدا کردم، فقط دقت بکنین بدون کارت نان فروشش ممنوعه. توی این قوطی‌ها ارائه میشه. الانم نشونتون میدم. ببینید قرصای نانه به همین شکل که می‌بینید. به راحتی میتونین، اینجا پرفراش کردم براتون راحت. میتونین وردارین هر یه تیکه‌شو روزی برای صبحونه یه تیکه، برای نهار یه تیکه، برای شامم یه تیکه رو استفاده بکنید. این هم روایت دیگه از بلاهایی که آخوندا سر مردم ایران آوردن. یه دینار کویت میشه 100,000 تومان ما. یه کارگر کویتی هم روزی 60 دینار کار میکنه، یعنی به عبارتی ماهی 180 میلیون به پول ما خشکه. یعنی میتونه این بنده خدا و حقوق یه ماهش بلند شه بیاد اینجا جفت کلیای منو بخره و بره، پولش هم نقد میده، جیرینگی. با حقوق 2-3 ماش میتونه بیاد اینجا راحت منو به عنوان گراز شکار کنه، دیگه هم بده و بره. آیا این اقتدار نیست؟ حالا تو این شرایطی که مردم ایران دارن رنج میکشن، کار سلبریتی‌های حکومتی چیه؟ پاسخ رو از زبون خودشون بشنوید. اگه مشکلی هست، نمیدونم مردم تو فشارن، اقتصادی هرچی اجتماعی، سر کار نمیرن مگه؟ خب ما هم کارمون کمدیانیم مثلا، خیر سرمون باید یه کاری انجام بدیم دیگه. حالا اصلا کار کمدی هم نکنیم آقا. توی هواپیما مهماندار وظیفش چیه؟ حالا سرویس میده، باید تظاهر کنه که همه چی خوبه، فضا خوبه، لبخند بزنه. حتی اگر هواپیما تو چاله هوایی هم میفته نباید بخنده. دیدی یه لبخند. ما هم همینه، ما هم تو بدترین شرایط اجتماعی باید این حفظ ظاهر کنیم دیگه. حالا شاید بگن لبخند الکی خوشی. حالا 2 جمله هم از سبزعلی رضایی بشنوید که خودش رو اقتصاددان میدونه، اما خر پیشش عرش میدوسه. یعنی شما معتقدید که میشه ماهی 450,000 تومان یارانه داد 100% بدون اینکه قیمت اجناس و کالا بره بالا، بدون اینکه تورم پیش بیاد؟ 100%. من اقتصاددان هستم دیگه. این مثل اینه که شما از یه دکتر جراح بپرسید که آقا این دسته که جراحی میکنید اینطور میشه، اون میگه بله من تضمین میکنم. من تضمین میکنم. آدم میمونه چرا تا الان دولت‌ها خب این کارا نبودن. کدوم یکی از این اقتصاددان بودن؟ این هم از آخر عاقبت ادعاهای کشکی پاسدار رضایی و باقی اقتصاددانهای قلابی کابینه رئیسی. آخوندا به بالا بردن قیمت‌های جدید اکتفا نکردند و قیمت‌های قدیم رو هم بالا بردن. ولی با توجه به مصوبه‌ای که شب گذشته در واقع اعلام شد که تمام محصولاتی که به قیمت قدیم هستند و به قیمت جدید هستند با قیمت جدید در واقع عرضه بشن، این مشکل قیمت گذاری در واقع حل شد. بقیش میمونه بحث لوجستیک که انشالله اون هم با هماهنگی که با یعنی اونم که قدیم بود با قیمت جدید بله اعلام شده. علتش اینه که در اصل تقاضا رو کنترل بکنیم و عرضه زیاد قیمت بشه. پایین بله. عرضه هم زیاد بشه. حالا دیگه کار به جایی کشیده که جوجه بسیجی هم به رئیس جمهور منتخب عظما جفتک میندازن. به عنوان یه بچه بسیجی کف جامعه چند جمله‌ای رو خطاب به آقای رئیسی عرض میکنم. قبل از انتخابات ما میگفتیم آقای رئیسی شما سنگر دستگاه قضا رو حفظ کن و بذار یک شخص اصلح که اون زمان آقای جلیلی بود برای انتخابات پیش بیاد که بتونه یک دولت جوان حزب اللهی تشکیل بده. اما شما از روی اخلاصی که داشتید متاسفانه فریب دعوت اصولگراهای انقلابی نما رو خوردید و برای انتخابات پیش اومدید. اما هممون شاهدیم که در زمان مدیریت شما اوضاع معیشت و اقتصاد مردم روز به روز در حال بدتر شدنه. اگر احساس میکنید نمیتونید در این سمتی که با خون شهدا به شما رسیده یک مدیر انقلابی باشید، قربتاً الله از این سمت استعفا بدید. آقای رئیسی سلام علیکم. با توجه به گرانی بیشایبه اقلام به ویژه روغن و مرغ و ماکارونی و چیزای دیگه،
یادون حرفتون افتادم که میگفتین میخوام سفره‌های مردم رو رنگی کنم. الحق آقای رئیسی خوب رنگی کردی، ولی فکر کنم تو انتخاب رنگ خورده اشتباه کردی. سفره‌های مردم قهوه‌ای شد آقای رئیسی. این همه رئیسی رو باد کردن، حالا معلوم شد خیلی بدشانس تر از این حرف هاست. البته همه میدونن که رئیسی کرم سر قلابه و اصل قضیه خود عظماست. حالا دیگه آخوندا هم از ترسشون مجبور به چنین اعترافهایی شدن. اینجور یا این که متوقف میکنی این کثافتکاریاتو، برمیگردن مردم بدین به امام حسین، باز دوباره تا پله های مسجد النبی انشالله پر جمعیت میشه، یا این که با همین فرمون میری جلو هممونو میشورن میبرن. ببین کی بهت گفتم دمشون گرم اونایی هم که این کارو میکنن، چون آدمن، خر که نیستن، باید بفهمن آقا اینا بسشون. البته آخوندا با این بتونه کاریا نمیتونن خودشون رو در ببرن. مردم تو فضای حقیقی و مجازی حسابی از خجالتشون در میان. بی‌حجابی در نظام جمهوری اسلامی جرم مشهود است و وظیفه نیروی انتظامی است که در برابر جرم مشهود وایسته. حضرت آیت الله اگه بی‌حجابی جرمه، اختلاس چی؟ اختلاس جرم نیست. کی باید با این اختلاسگرا برخورد کنه؟ اینم جرمه. حالا که تا اینجا اومدیم یه سری هم به پروژه های دانش بنیان آخوندا بزنیم. دوستان گرامی، پروژه‌ای که مشاهده می‌کنید پروژه پل همت از باغستان به سمت تهرانه که متاسفانه شهرداری اینقدر مهندسینش دقیق بودن این پلو ساختن، بعد اومدن دیگه وایسادن اینجا چون جلوش ساختمون یهو دیدن سقف شده. حالا باید طبقه دومو خراب کنن و وسطش ردشن برن. هیچ چاره ای ندارن. اینم میشه پروژه‌ای که دست شهرداری و ما با امید این مهندسا زنده ایم. تو وضعیتی که مردم از تأمین حداقل‌های معیشتی هم ناتوانن، ببینید آخوندا توی تیویریش چه مسخره بازی‌های تهوع‌آوری را انداختن. شما حالا بیننده نمیتونن اینو حس کنن، ولی من که اینجا وایسادم از این فاصله بوش خلاصه ما رو سلامت بشید شیدا کرده. امیدوارم مخاطبین هم نگن چرا در مورد گرونی حرف میزنی، در مورد ادکل و ناجاقا حرف زدی و اینا. این دم آخری دعواهای باندی به تیویریش هم کشیده شده. رئیس دزدخونه‌ای موسوم به بنیاد مستضعفان رو آوردن. ببینید چی از توش در میاد. این سوالاتیه که به هر حال در ذهن‌ها وجود داره. نه تو ذهن شما نباشه، اونا میتونن بپرسن. چرا تو ذهن من نباشه؟ چرا شما باید باشه؟ من نماینده مردمم دیگه. چی گفته شما نماینده مردمی؟ چی گفته؟ شما نماینده مردم نیستی. نماینده کیم؟ شما صدا و سیما گذاشته از من سوال بپرسید. خب ببخشید. شما نماینده مردم نیستید. اگه باشه منم نماینده مردمم. خب دیگه با هم بریم حرف بزنیم دیگه. بفرمایید. خب یه ذره تنفس کنیم، فکر کنم عصبانیید از من. شما اینجوری شروع می‌کنید. شب ولادت، شب چیز ما رو زیر سوال ببرید شما. برای من همین منو خواستید شما. اصلا همین مصاحبه می‌کنیم، سوال کنیم. مصاحبه برای زیر سوال بردن نیست. ببخشید. یه افتخاری داره رقم می‌خوره. اینم اجازه نمیدید شما. همین دوربینتون باید اینم زیر سوال ببره تو جلو دوربین‌های دنیا. نظام ولایت به روزی افتاده که خودشون هم خودشون رو گیر می‌دادن. البته بساط سوتی بازار تیویریش هم حسابی داغه و راه به راه سوتی میدن. معاون برنامه ریزی و فرمانده در پایان توجه شما رو به نمایشگاهی با تابلوهای چشم نواز جلب می‌کنیم که به شیوهی متفاوت طراحی شدن.
دیکتاتورها از اونجایی که کوچکترین مشروعیتی ندارن و از هیچ پایگاه مردمی هم برخوردار نیستن، تمام تلاششون اینه که با نمایش‌های ساختگی و راه‌اندازی کارناوال‌های حکومتی خودشون رو محبوب و مقتدر جلوه بدن. آخوندها هم در همین زمینه جا پای اسلافشون گذاشتن و مثل هیتلر و موسولینی علاقه مفرطی به درست کردن فیلم‌ها، نمایش‌ها و ترانه‌های تبلیغی دارن. یکی از جدیدترین تقله‌های آخوندها در همین رابطه درست کردن یک موزیک ویدئوی مشمئز کننده است که در اون تعدادی بچه مدرسه‌ای رو جمع کردن و یک نوحه ولایت پسند رو پخش میکنن تا بچه اون رو تکرار بکنن. بعد هم به مزدوران خارج کشوریشون هم پول دادن که همین مسخره بازی رو تقلید کنن و برای خامنه‌ای بازارگرمی بکنن. بله، رژیم کودک کشی که هزاران هزار کودک رو روی میدون‌های مین فرستاده یا در زندان‌ها اعدام کرده یا در سوریه به قتل رسونده، حالا با این نمایش‌های نفرت‌انگیز صحبت از دهه 90 میکنه و میخواد چهره منفور خامنه‌ای رو به این شکل بزک بکنه. البته مردم هم این تبلیغات رژیم رو بی پاسخ نذاشتن و در فضای مجازی کلیپ‌هایی رو همراه با تصاویر کودکان زباله‌گرد پخش کردند که محصول ولایت خامنه‌ای هستند. سلام فرمانده، سلام از این نسل غیور جامانده، سلام فرمانده سید علی دهری 90 هاشو فراخوانده، سلام فرمانده. البته کودکان ایرانی هم در هر فرصتی حق خامنه‌ای رو کف دستش میذارن و جای جاش اینطوری جواب آخوندها رو میدن. ولی فقیه منحوس دخیل میبنده بر روز، آخوند دزد و سالوس شیطون رفته پابوس، آخوند دزد و سالوس شیطون رفته پابوس. حالا جالب اینجاست که آخوندها در حالی به این نمایش موسیقی رو آوردن که قیام سراسری مردم ایران در جریان هستش و مردم با شعارهای آتشینشون و با سوزوندن عکس‌ها و بنرهای خامنه‌ای خواست عموم مردم ایران رو برای سرنگونی این رژیم فریاد میکنن. در علی گودرز یک دختر شجاع کنار یک میدان ایستاده و عکس خامنه‌ای رو آتش زده. هموطنی این تصویر رو منتشر کرده و خطاب به خامنه‌ای نوشته این حرف اصلی مردم ایرانه. حالا تو هی معرکه بگیر و بگو سلام فرمانده. اینو تش نهاد داشت. بنازم ناموسن. علی گودرز دمش گرم شرافتن. ببینم ایور بنازمت. آفرین آفرین. در هر حال اون چه که آخوندها برای ولی فقیه پابگورشون درست کردن قبل از هر چیز سوژه طنز پیکشادیه. این قطعه طنز رو با هم ببینیم. سلام پسمانده، سلام از این گله که توی گل مانده، سلام درمانده سید علی همه بزغاله هاشو فراخوانده، سلام پسمانده. من دستمالم عضی قاسم پیشم گر که زدی،
من لازمت میشم، پشمات ریخته دم به تو چیدن، واسه جسم ناقصت عظما من دمت میشم. درد میبندم دیگه تمومه، آره کار این نظام ترکیده. این حاج قاسم رفته پیش اون امام، رفته پیش اون امام. 1001 گوساله با عمام دنبال تو میان، قصه سرباز و نخور عظما، اسکولات لنگاشون به هواست. سلام پس مانده، سلام از این نسل شاسکول جامانده، سلام درمانده سید علی همه لاشخورکاشو فراخوانده. سلام پس مانده، سلام پس مانده. سلام. جدیدترین طرح اقتصادی خامنه‌ای بعد از ماه‌ها بالا و پایین کردن که بکنن یا نکنن بالاخره توسط رئیسی اجرایی شد. طرحی موسوم به جراحی اقتصادی. توی تبلیغات و گزارشات تلویزیون رژیم اگر نگاه کنی ایران شده سوئیس. اینقدر وضع خوب شده که فقط مونده مردم پول پارو کنن. یارانه هر کسی از ماهانه 45,000 تومان شده 400,000 تومان. تا پیش از این هر خانواده 4 نفره دهک اول شهری برای تأمین مرغ، تخم مرغ، پنیر، شیر و روغن با قیمت‌های قبلی ماهانه 241,000 تومان هزینه می‌کرد که حالا با اصلاح نرخ جدید این هزینه به 568,000 تومان رسیده است. البته یارانه پرداختی برای این خانواده 1,600,000 تومان لحاظ شده که با این حساب بیش از 1,31,000 تومان در حساب خانواده باقی میمونه. باشون همراه شدیم تا ببینیم آیا این خانوم‌ها با یارانه‌شون میتونن برای یک ماهشون 4 کالای اساسی مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیاتو که یارانه نقدیشو گرفتن خریداری کنن؟ میشه گرفت با این یارانه؟ انشالله که میتونیم. 2 تا برداشت برای یک ماهتون کافیه؟ من آره 1 ماه کافیه. منم 2 تا کافیه. شما 4 نفر بود خانواده‌تون. حالا نوبت میرسه به حساب و کتاب. 738 و 400. هزینه ایشون خوبه؟ بله 1,200,000 برام ریخته بودن. شکر الحمدلله خدا روزی رسونه. حدود 300-400 تومان مون تو حساب. بله اونم میمونه برای خورده ریزاش دیگه. 300,000 خورده مون تو حساب. بله. وجدان هم چیز خوبیه که بعضیا اصلا ندارن. اینطور که از این گزارش تلویزیون حکومتی برمیاد انگار که بعضی مردم توپه حالا یه عیدی هم بهشون دادن که ملت برن از اینا یه خریدی بکنن. اما ببینیم که واقعیت ماجرا چیه و این طرحی که اجرا کردن سر و تهش چی هست. موضوع اینه که نظام آخوندی چند سالیه که داره توی بحران‌های گوناگون از جمله باتلاق اقتصادی دست و پا میزنه و هر چی بیشتر هم داره توش فرو میره. سال گذشته خامنه‌ای رئیسی رو به عنوان تنها کسی که بتونه خط اون رو پیش ببره از توی صندوق انتخابات بیرون کشید. رئیسی هم قرار بود که همین طرح جراحی اقتصادی رو پیش ببره که تا شروع سال 1401 از ترس قیام عقب انداختنش. خب یه لایحه دفوریتی دادیم به مجلس با دفوریتش مخالفت کرد. وقتی مخالفت کرد یعنی دیگه به سال 1400 نمیرسید. خوشبختانه با محبت مقام معظم رهبری و درخواست ریاست محترم جمهوری این مطلب حل شد. یعنی حضرت آقای مجوزی دادن که ما تا پایان سال رو
به اصطلاح بتونیم ارز ترجیحی استفاده کنیم. حالا ماده این جراحی اقتصادی اینه که میخوان ارز 4200 تومانی رو حذف کنند. چرا؟ چون تا به حال برای وارد کردن کالاهای اساسی مثل مرغ و تخم مرغ و روغن و لبنیات حکومت با دلار اینا رو میخریده و با قیمت دلاری 4200 تومان میداده دست مردم، در حالی که قیمت دلار واقعی چیزی بین 25 تا 30 هزار تومانه. در نتیجه دولت اگر میخواست این روال رو همچنان ادامه بده باید چیزی بین 18 تا 20 میلیارد دلار در سال هزینه میکرد. حالا توی این طرح اومدن اون دلار 4200 تومانی که بهش ارز ترجیحی هم میگن رو حذف کردن و این کالاهای اساسی رو با همون قیمت دلار 30,000 تومان به ملت میفروشن و در نتیجه اون هزینه 20 میلیارد دلار رو به جای دولت از جیب مردم بیرون میکشن. یعنی علی بابا و 40 دزد بغداد لنگ میندازن جلوی طرح اینا. پس دعوا سر یک رقم نجومی دوروبر 20 میلیارد دلاره که تا به حال خرج سفره‌های مردم میشد که چون دیدن که نون توی سفره‌های مردم خیلی زیاده گفتن اینو کمش کنیم. متاسفانه بخش کشاورزی ما، اینم من عرض بکنم مردم عزیزمون بدونن، اینکه اینقدر ما در نان اسراف میکنیم، چقدر نان دور ریخته میشه، اینا بدونن که بخش کشاورزی ما متاسفانه جزو وابسته ترین بخش‌های کشور به واردات. حالا برای اینکه جلوی شوک ناشی از این دزدی بزرگ از جیب مردم رو بگیرن، اومدن با چند تا ترفند این طرح رو به خورد مردم بدن. اولین ترفندشون اینه که گفتن میخوایم ما به ازای گرونی کالاهای اساسی به مردم یارانه چند برابر بدیم. به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان. پس از این صحبت‌های رئیس جمهوری یارانه کمک معیشتی به دهک‌های مختلف واریز شد. 6 دهک بعدی هر نفر 300,000 تومان. 72 میلیون نفر مشمول دریافت یارانه کمک معیشتی در دهک‌های 1 تا 9 هستند. پس میگه به 72 میلیون نفر بین 300 تا 400,000 تومان ماهی میخوام بدن. یه محاسبه سریع اگر بکنیم 72 میلیون ضرب داره، حالا متوسطش رو بگیریم، 350,000 تومان میشه 25,200 میلیارد تومان که به قیمت دلاری 30,000 تومان حساب کنیم میشه ماهی 840 میلیون دلار که برای 2 ماه میشه 1.6 میلیارد دلار. پس 20 میلیارد دلار از جیب مردم میکشن بیرون، 1.6 میلیارد دلار رو در قالب یارانه برمیگردونن به مردم که تازه خودشون اعلام کردن هزینه‌ای که برای یارانه همین 2 ماه اردیبهشت و خرداد دادن 40,000 میلیارد تومان، یعنی 1.3 میلیارد دلاره. یعنی چقدر برای خودشون میمونه؟ 18-19 میلیارد دلار شیرین و توپل میره تو جیب آخوند. خیلی بخوام ساده بکنیم 2 تا 4 تاش اینه که 1 میلیارد بهتون میدم، 20 میلیارد ازتون میگیرم. من راننده تاکسی داره دولت 400 تومن بهم میده، ولی میدونه ماهی چقدر داره میخواد ازم میبره دولت. خب درسته من 20 سوادم، سواد ندارم، ولی الان ماشین حساب میارم، حساب میکنم براشون. خب ماهی 400 تومن که به من میده، به جاش ماهی 5-6 میلیون از من میبره، چون ماهی 400 تومن به من بده. خب من میرم روغن 400 تومن، میرم مرغ 70 تومن. من راننده تاکسی خب قبل از این که بهم بدن من نمیتونم یه مرغ بخورم با یه برنج. حالا که این شد خب دیگه هیچی، باید یا آب خالی یا نوشابه با کیک بخورم. نکته دیگه این طرح اینه که یه جوری مطرحش میکنن که انگار تمام نیازهای بشر رو میشه با این یارانه 400,000 تومانی تأمین کرد. با این کمک معیشتی که حتی یه خانواده 5 نفره که هیچ چی درآمد ندارد، شغلی هم ندارد، کسبی هم ندارد، ماهی 2 میلیون تومان به اینا بدن، خب قدرت خرید خیلی از نیازها و لوازم زندگی رو پیدا می کند. زندگی آرمانی و ایدئال نخواهد داشت، ولی فقر مطلق هم دیگه دچار نمی شود. آقای پدرزن رئیسی جلاد، این حرف رو برای 10 نفر تو مجازی بفرستی تضمینی 500 تا فحش جدید یاد میگیری. ببین همین اردیبهشت قبل از اینکه قیمت‌ها جهش پیدا کنه محاسبه کردن سبد معیشت یک خانواده معمولی نزدیک 11 میلیون تومانه. سبد معیشت میدونی یعنی چی؟
یعنی حداقل هایی که یک خانواده برای گذران امور زندگی بهش نیاز داره که اگر نداشته باشه تو فقر مطلق به سر میبره. یعنی حتی اگر 1-2 میلیون هم بهش بدن باز هنوز 9 میلیون زیر خط فقره. بگذاریم که الان قیمت ها جهش پیدا کرده و سبد معیشت رو هم اگر محاسبه کنن از این بیشتر شده. چی بگم والا چی بگم؟ اگرونی خدا وکیلی مردم دارن ظلم میکشن، خدا وکیلی دارن میگن. اگه من باشم 400 تومن نمیخوام، ولی فکر مردم باشم. فکر یه 10 حلب روغن که از 91 تومن شده چقدر؟ شده 460 تومن. برای چی؟ خدا راضیه، کی راضیه؟ یه حلب 4.5 من الان خودم آشپزیم دارم را که پوست کردم میگم آشپزیم، ولی یه حلب روغن الان رفتم بخرم 360,000 تومان پول بدم. یه رونه مرغ که بخوای حساب کتابش کنی برای چی یه مرغ شده 60,000 تومان. خب فکر آقا نمیخواد یارانه، مردم یارانه نمیخواد. برای چی آینده با اینطور باشه، مملکت با اینطور باشه؟ بعد همه ادعای تو اینه که داریم یارانه میدیم، ولی مشکل ریشه‌ای که توی اقتصاد حل نکردی. کسی اگر میخواد مشکل اقتصادی ریشه‌ای حل کنه، اول باید تولید رو افزایش بده، شغل ایجاد کنه، با جهان بیرون تعامل داشته باشه. تو هیچ از این کارا رو نکردی، پس این اقتصاد بیمار همچنان داره به مرگش نزدیک میشه. یعنی یارانه هم اگر بدی، ولی تورم رو که نمیتونی کنترل کنی، قیمت‌ها همچنان بالا خواهد رفت. اصلا ما چرا باید فقیر و تورم و گرونی داشته باشیم که دولت مجبور بشه یارانه بده؟ چرا داری سرنا رو از سر گشادش میزنی؟ یارانه پیشکش، اگه راست میگی فقر و گرونی و تورم رو کنترل کنید، ارزونه بیارید. تازه چه فایده ای یارانه‌ای که با مبلغ ثابت میخوایم بدیم ولی قیمت‌ها لحظه به لحظه افزایش پیدا میکنه و در حال افزایشه. کلام آخر عزیزان، ما تجربه این یارانه‌ها رو یک بار در دوران احمدی نژاد داشتیم. از یه سوراخ چند بار میخواید گزیده بشید؟ راهش این نیست. راهش ریشه‌کن کردن فقر و گرونی و تورمه که همه به خوبی میدونیم چه کسی و چه چیزی عاملشه. نکته بعدی اینه که همه این دود و دمی که حول بالا بردن یارانه ایجاد کردن فقط قرار 2 ماه یارانه بدن، بعدش دیگه یارانه رو قطع میکنن، به هیچ کی یارانه نمیدن، نه دهک اول نه دهک نهم. این حمایت این یک کمک معیشتی خواهد بود 1 ماه یا 2 ماه تا زیرساخت‌های فنی برای کالابرگ الکترونیک کاملا آماده بشه. پس اونی که من عرض میکنم این که 2 ماه، مدت 2 ماه به عنوان کمک معیشتی به دهک‌های اول تا سوم 400,000 تومان اختصاص پیدا خواهد کرد، نسبت به دهک‌های 4م تا 9م در واقع 300,000 تومان. یعنی تمام هدف این یارانه هم فقط اینه که با یک دلخوش کنکی جلوی شوک افزایش قیمت‌ها رو بگیرن و به خیال خودشون اعتراضات رو 2 ماه عقب بندازن یا 2 ماه فرصت بقا برای خودشون بخرن. یارانه 2 ماه رو هم با هم واریز کردن، ولی گفتن فعلا مسدوده تا زمانش برسه. یعنی فقط میخوان که پول توی حساب مردم باشه ولی نتونن بهش دست بزنن تا پول توی حساب بمونه و بعد بگن که ما پرداخت کردیم و شما اعتراضی نکنید. این کمک معیشتی انشالله به مردم پرداخت خواهد شد، منتهاش در نحوه برداشت اون طبیعتاً اگر 2 ماه در حسابشون قرار بگیره، ماه اول امکان پرداختش هست، ماه دوم زمانی که برسه طبیعتاً امکان برداشتش. یعنی الان به میزان 2 ماه پرداخت میشه ولی به اندازه 1 ماه اعتبارش در حسابشون قرار داده میشه، بعداً نسبت به نحوه برداشتش اعلام میشه. یعنی دولت و ستاد تنظیم بازار اعلام میکنه چگونه برداشت کنه. حمایت از مردم هم فعلاً برنامه‌ریزی شده که 2 ماه یک حمایت اینگونه بشه، بعد تبدیل میشه به کالابرگ الکترونیک طبق برنامه‌ای که دولت داره. چند تا کالابرگ که همون کوپن سابقه میخوان بعدش بدن، سرتاش رو هم بیارن. در مورد این کالابرگ هم که به کی تعلق میگیره، چی باهاش میشه خرید، چطور خرید، توضیح زیادی ندادن. تنها چیزی که روشنه اینه که این کوپن الکترونیک فقط به 10 میلیون نفر داده میشه. یعنی از اون 72 میلیون نفر که یارانه میگرفتن، 62 میلیون نفرش کات میشن، دیگه هیچ چی نمیگیرن. باید با همین قیمت‌های نجومی سر کنن. یکی از بهانه‌هاشون برای بالا بردن قیمت نان هم اینه که چون الان توی اوکراین جنگ شده، گندم توی جهان گرون شده. اما همین بهانه رو هم توی خودشون کسی تحویل نگرفت. بعد وزیر واقعا من نمیدونم مشاوراش سواد ندارن.
میگه در جهان گندم گرون شده. آقا گندم در 37 کشور جهان، عددشو بذارید من الان به شما بگم، در 37 کشور جهان قیمت زیر $1 الان. تو بقیه کشورها هم داره در نوسان میره. در بلاروس الان 39 سنته، همین الان در بلاروس بغل روسیه 39 سنته، گرون نشده اصلا. در کشورها هم که گرون شده در نوسانه. خب سوال، اگه الان به عنوان جنگ گندم گرون شده، جنگ تموم شد، شما گندم ارزون میکنی؟ باشه الان گرون کردی، خب جنگ اوکراین که ادامه نداره دیگه، باش خب لطفا ارزون کن دیگه، چون در جهان ارزون میشه که. چرا دروغ میگی؟ شما ارزون میکنید؟ یکی دیگه از سرفندهاشون برای توجیه اجرای این طرح اینه که وزیر کشاورزی رئیسی یک دروغ چند وجهی شاخدار انداخت که چون یکی از کشورهای همسایه 3 میلیون تن کمبود گندم داره و میخواد از ایران گندم قاچاق کنه، ما آرد رو گرون کردیم که نتونن قاچاق کنن. ببین تو اگر میخوای جلوی قاچاق رو بگیری، چرا از جیب مردم میکشی بیرون؟ برو دم مرز وایس جلوی قاچاقچی رو بگیر. 3 میلیون تن که 2 گونی گندم نیست که بندازی روی کول از توی شیار ببری. اگر بخوای با تریلی 18 چرخ هم جابجاش کنی، حداقل 75,000 تریلی میخواد. اگر قاچاقچی میتونه این میزان تریلی رو از مرز رد کنه، یعنی خودش حاکمه دیگه. دولت یه کاری میکنه، گرانسازی میکنه و مافیا گرانسازی میکنه، میندازن گردن قاچاقچیا. بعد قاچاقچی هم که نیست اینجا بشینه از خودش دفاع کنه، بگه آقا شما میگی 3 میلیون تن قاچاقه، ببخشید با قطار ببرن نمیشه. اصلا فکر کن 3 میلیون، وزیر گفته 3 میلیون تن این کشورهای اطراف گندم نیاز دارن، قاچاق میشه، پس ما گرون کنیم این مرد حسابی 3 میلیون تن رو با 8 تا قطار نمیشه برد، با 100 تا قطار نمیشه برد. بعد چجوری 3 میلیون تن قاچاق میشه؟ خب ما یه قاچاقچی عزیز صدا کنیم اینجا بشینه از خودش دفاع کنه، که شما هر کاری میکنید گردن قاچاقچیه میندازید. بعد قاچاقچی هم که اینجا نیست بگه بابا من بدبخت چه نقشی داشتم، مثلا فرض کن من 1000 کیلو داشتم قاچاق میکردم، 3 میلیون تن چه ربطی من داشت؟ قاچاقچی هم که نیست از خودش دفاع کنه، میزن گردن قاچاقچی. آقا شما رفتید ارز ترجیحی برداشتید، گرون کردید. خیلی روشن. حالا امام جمعه خامنه‌ای برای مالکشی این طرح سرقت بزرگ افتادن به جا انداختن تز جراحی که آقا این اقتصاد مملکت مثل یک بیماره که الان به مرحله‌ای رسیده که نیاز به جراحی داره. خب جراحی هم درد داره. اگر ما مردم به فرمان حضرت آقا که مردم و همه دستگاه‌ها و همه قوا همکاری بکنن، این امر محقق میشه. این جراحی که اگر به انتها نرسه، خدای نکرده به قطع عضو و بعد به مرگ منتهی میشه، این مثل یه مریضی است، مریضی که انه سرطانیه که هر روز بهش کاری انجام نشد، مداوا نشد، پیگیری نشد، از ابتدای کار جلوگیری نشد تا به جایی رسیده به جراحی. خب جراحی درد داره، سختی داره، بردباری میخواد. اولا یه جوری میگه که انگار این بیماری سر راه همه بوده و همینطوری خود به خودی به این نقطه رسیده. خب چرا بقیه کشورها که از ایران هم خیلی فقیرترن به مرحله جراحی نرسیدن؟ بعد شما باید جواب بدید که چرا اقتصاد این مملکت رو به این روز انداختید که جراحی لازم بشه؟ ظاهرا تو این 43 سال گذشته شما آخونده تو این مملکت حاکم بودید. 33 ساله که یک نفر رئیس این حکومت بوده که اگر هم نیاز به جراحی باشه باید اون غده سرطانی یعنی ولی فقیه برداشته بشه. خامنه‌ای توف شرفه که این بلاها را سر ما آوردی. حرومزاده بی همه چیز، سگزاده کثیف. اینم نگاه کنید داره میسوزه. این از بسیجت بی شرف، خامنه‌ای بی شرف، این از بسیجت. لعنت به بسیج، لعنت به سپاه، لعنت به خامنه‌ای. مرگ بر خامنه‌ای. کامپیوتراشو خامنه‌ای همه جواب بسوزی بی شرف. زنده باد قیام بختیاری، آتش زدن حوزه علمیه. مرگ بر خامنه‌ای. زنده باد بختیاری. زنده باد بختیاری.
به نظر میاد که این راه حلی که مردم برای جراحی پیدا کردن ریشه‌ای تر اقتصاد بیمار رو درمان میکنه. وقت بخیر و خدا نگهدار. روزی روزگاری کدخدا و ریس ریس اجناس فینیتو را گران همی کردندی و حالی هم ریختن زدن کپوقش را چاق همی کردندی. خدا دشمن ما همینجاست، ریس ریس و کدخدا، ای کدخدای جانی بس دیگه گرانی. آهای اهالی فینیتو، این که دعوا نداره، بیایید ریس ریس میخواد رایانه ببخشید یارانه به شما همی بدهندی. اهالی فینیتو، بیایید میخواهم 400 چوق به شما یارانه همی بدهمندی. نام و نام خانوادگیت را بگو. سفرقلی فینیتو زاده. چی؟ سفرقلی؟ متاسفانه این یارانه به کسانی که اسمشان سفرقلی است تعلق همی نمیگیرندی. نفر بعدی. شما که مرغ همی دارندی، به کسانی که مرغ دارندی یارانه تعلق نمیگیرندی. نفر بعدی. نام و نام خانوادگی. صاحب مراد فینیتو نژاد. وزن 70 کیلو. متاسفانه این یارانه به دهکه های بالای 40 کیلو تعلق نمیگیرندی. خب اهالی فینیتو، حالا که یارانه هایتان را گرفتید بروید خرید کنید. من گفتم بقالی ها ساعت کارشان را همی بالا ببرندی تا مشکل خرید نداشته باشندی. توپ تاک فشفشه، کدخدا باید گم بشه. نون و پنیر و ریحون، کدخدا گم شو بیرون. توپ تاک. این هم جواب اهالی به کدخدای دبنگ. کی بهتر از تو؟ کی بهتر از تو؟ که بهترینی برای من تو، وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم، کنار من باش که حال ندارم. کی بهتر از تو؟ که بهترینی برای من تو، وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم، کنار من باش که حال ندارم. اسم میفرمایید. بنار رهبری فریز شده، کسب و کارها چی شده؟ خوراک دام، خوراک طیور، همون خوراک ماست. گسترش خشونت، فقر، بیکاری، فساد اخلاقی و اقتصادی برنامه ماست. دست کردن تو سفره مردم اولویت ماست. مدل حکمرانی رهبری معظم از مصیبت ماست. ماست چون کباب با ماست. من میگم موشک میخوام، یه مقداری موشک میخوام، مفتزه شد این نظام توی ابعاد امام. ولی کی بهتر از تو؟ که بهترینی برای من تو، وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم، کنار من باش که حال ندارم. در بخش‌های گوناگون بنده رخنه ایجاد شده است، در خیابان‌های ایران فتنه ایجاد شده است. وقتی که شورش اتفاق میفته انسان احساس میکنه دامن نظام داره میفته، واقعا انسان تعجب میکنه. ملت به من سیلی میزنن، مشت میزنن. در این نقطه حساس تنباکو فایده‌ای نداره، مصرف مواد مخدر فایده‌ای نداره. باید تزریق کنم. کی بهتر از تو؟ که بهترینی برای من تو، وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم، کنار من باش که حال ندارم.
فشاره بنده چند است 1000 مقاومان هست نظام به موی بنده است 1000 مقاومان هست عضو کیلویی چند است 1000 مقاومان هست خب 1000 مقاومان هست 1000 مقاومان هست نفهم شما کوچکتر از اون هستید که بخواهید قد کنید. رئیس جمهور ما از احمق‌های درجه یک هست، از دلقک‌های میدان سیاست هست، از بیخوبان بوک هست، بهش میگن گاو شیرده. کی بهتر از تو که بهترینی برای من تو وحشی ترینی پشت امام رو میخوام بخارم کنار من باش که حال ندارم میگن خمینی ملعون قبل از اینکه بمیره رو میکنه به احمد خمینی و میگه ببینم روستایی آبادی چیزی سالم مونده تو ایران. احمد خمینی هم میگه نه شما تو این 10 سالی که اومدی همه جا رو ویران کردی. بعد خمینی میگه خب دیگه خیالم راحت شد، حالا میتونم کپه مرگم رو بذارم. تا جایی که به خمینی و خامنه‌ای و رژیم منحوسشون برمیگرده خواسته جز ویرانی و قحطی و نابودی ایران و ایرانی ندارن. اجازه بدید که انیمیشن کوتاهی با هم ببینیم که تصویری از خوابیه که آخوندها برای مردم ایران دیدن و البته که هرگز تعبیر نخواهد شد. بذارم بابا اینجا آب و هواش خوب نیست. نظرت چیه بریم اونور بابا؟ بریم بابا. ای بابا اینجام صفیه که حالی تا 100 میلیون تومن بادا این بره بازار جانمونی. جوون یه قطره آب به این بچه من بده، خیلی تشنه است. آقا شما هر بار میای قطره آب میخری. خب یه لید بغل خیال خودتو خودم راحت کن. خب پول ندارم دیگه، اگه داشتم میخریدم بابا. خب باشه قطره 100,000 تومن. چه خبره؟ قطره 30 تومن بود تا ماه پیش که بابا جان. بود الان نیست. یکی از کشورها همسایه کم بود آب داره، آب از عید به این ور گرون کردن قاچاق نشه. دستشون درد نکنه، چقدر به فکر ما هستن. راستی این کپسول هوامون هم پر کن بابا، هوا که گرون نشده هنوز. گرون که نه، اما به خاطر مشکلات جهانی و حذف ارز تجریحی و قاچاق هوا به کشورهای همسایه همچین بیفهمی نفهمی یه ذره قیمت بالا رفته. مشکل نی، شما گرون بخری تو کارتتون یارانه‌شو براتون میریزن. گزارشی از بوستان پرواز تهران و پارک دایناسورها. شاید شما کمابیش با پارک موزه های تاریخ طبیعی دنیا آشنا باشید،
پارک‌های موضوعی از حیوانات و گیاهان در دوره‌های مختلف تاریخی. امروز ما با کمک و پشتیبانی اعضای مجلس خبرگان شاهد راه‌اندازی یکی از این پارک‌ها در تهران هستیم. پارکی از جنس دایناسورها. خیلی مشنگ تو این پارک هست. آیت الله جنتی که پیشکسوت و پدر معنوی دایناسورها هستند و حاج آقا احمد خاتمی که مثل ماموت هیچ وقت سیر نمیشن. آیت الله جنتی چقدر با دایناسورها فرق داره؟ خیلی کم. ادای احمد خاتمی رو در بیار. شما اینجا در پارک دایناسورها با سیدعلی دیوونه از منفورترین حیوانات آشنا میشید. اینجا یک پارک دائمی است که همه شهروندان محترم و گردشگران شهر تهران میتونن با آخرین معجزات مقام عظمای ولایت آشنا بشن. مثلا طول عمر آقای جنتی، عرض هیکل آقای فیروزآبادی، ضخامت روی آقای روحانی و عمق جیب آقا مجتبی. در انتها این هشدار لازمه که بدونید حیوانات پارک دایناسورها تو قفس نیستن، تو حاکمیت هستن. خبرنگار واحد مرکزی خبر، پارک دایناسورها. ببخشید، خبرگان. دوستان، در پایان برنامه پیک شادی یک بار دیگه به همه هموطنان قیام آفرین و مردم به پاخواسته شهرهای شورشی درود میفرستیم و یقین داریم که خورشید آزادی از افق عزم و اراده مردم ایران طلوع خواهد کرد و خنده همیشگی و شادی ماندگار بر لبها و دلهای مردم ایران خواهد نشست. ممنون که ما رو همراهی کردید و تا دیداری دیگه، خدا نگهدار همگی. دوباره بلند شو، امیدو ببرر کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا. هر پنجشنبه با ما پیک شادی.